بچه‌ها اومدیم با یه ویدیوی قشنگ. من مهراب هستم و اومدم بهتون یاد بدم چطوری اپامون رو نصب کنیم. یه اپ هست که اسمش بود همین اپ هست یه هست. وایسی من با ایکس رکوردر کار دارم اصلا حالیم نمیشه چی رو بگم. حالا من نصبش کنم ولی طرز تهیه‌اش رو میگم. بخشید دستم خورد. میایم اینجا وایسی الان بهتون نشون میدم. بچه این اپه. وایسی رنگشو متفاوت کنم. بعضی ها متوجه نمیشن. اینه بچه این. حالا فهمیدی این موبزاین. حالا نمیدونم اسمش چیه. اول روشم می داره. میریم داخل فیلتر شکنمون یا هرچی هست. فقط قوی و ضعیف بچه. خب ضعیفش گوگل یا همون پلی استور رو نمیاره. گوگل پلی بچه اونایی که خارجی بر نیستن. حالا همینجا بودم. نه البته اینجا نبود. بچه میایم اینجا میزنیم ایکس رکوردر. وایسا بیاره. این ایکس رکوردر رو من براتون مینویسم. ایکس ریکورد اینه دیگه. حالا کاملش رو بلد نیستم بنویسم. این بچه ایکس ریکورد دیگه قدیمی شده. اینو آپدیتش هم تازه باید کنیم. من انقدر آپدیت نکردم. میایم اینجا این است. حالا میخوایم دیگه راحت تر نصب کنیم. میایم پایین تر اینه. راحت تر هی میرو بیرون. حالا ول کنین دیگه. اون قضیه شو ول کنین. دیدی من نصب کردم. بچه هم که اینو دوست دارم میدونم بده برن اینو نصب کنن. بعدش هم تازه اون میتونه این همین موبزاینو میتونه تصویرها بزرگ کنه. یعنی تصویر من یا صدا رو عوض کنه یا ستینگش و ویدیوشو حالا تنظیماتشو درست کنه. بچه‌ها اگه از این ویدیو هم خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب یادم نره. بچه‌ها میبینید دیگه تصویر منم نیستش. میبینم ویدیو چقدر شده. 2 دقیقه ویدیو شده. دیدین گفتم چی؟ یه لحظه ببخشید. اونایی که میزنن جلو ویدیو رو گفتن این یعنی این منظورم اینه. اینو میگم. بچه تو این ویدیو میخوام 2 تا مراحل بهتون یاد بدم. خب میریم تو تلفن. حالا کاری نداشته باشیم. میریم مثلا تاها دوستم تاها کاری ندارم باش. میزنیم اینجا. وقتی میخوایم بلاکش کنیم دیگه میزنیم رو عکسش. حالا میزنیم رو عکسش. بخشید کدوم بود تا این. حالا بعدش میزنیم اینو. بعدش اینو میاریم. این همین چیزه. چی میگم وایسا این بره. این باید بره نکنین. وایسا اینو بیارم اینجا. این موره. حالا نمیدونم چی. موره میزنیم رو موره. میزنیم بلک کانکتد. اونایی که انگلیسی حالا نمیدونم یه سی بوده. یه سی هست تو قسمت اولا یا دومم هست. تو وسط یا اول. برای اونایی که فارسی زبانشون میزنیم بلک کانکتد. میزنیم بلک کانسل. یعنی میخوایم اینو بلاک کنیم مسدود کنیم برای فارسی ها یا مسدود نمیزنیم. اونا مینویسه نه خیر. اینجا مینویسه مسدود کردن. اینجا منظورم اینجا جای کنسل. من بلاک رو میزنم. الان میبینیم موبایل عکسش خطا رو میزنه. پس نتیجه میگیریم چی؟ اونجا یعنی بلاکش کردیم. بچه‌ها اگه از این طرفم خوشتون اومد حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله به تبدیل آل کنید که هر موقع ویدیو میذاریم توجه باشید. بچه‌ها من از این ویدیو خیلی زیاد میذارم. از ویدیو بازی و گیم و اینا خیلی زیاد میذارم. بچه‌ها دیگه مرسی ویدیو رو دیدین. چنل ما رو سابسکرایب کنید. لایک یادتون نره. حتما کامنت انگلیسی بذارید چون اگه کامنت فارسی بذارید شاید کامنتاتون یا سابسکرایباتون بپره. خوشحال میشم کامنت بذارید چون میبینم. خوشحال میشم سابسکرایب کنید. مرسی که ویدیو رو دیدین. خداحافظ بچه‌ها.